هستم از کانال نوبر گیم. امروز اومدیم قسمت دوم بازی منداز نیستم و بازی کنیم. خب بریم امروز پارت دوم بازی منداز نیستم. من زیاد تو این صحبت نمی کنم تا بتونین حرفاشون رو بشنوید. داری میری دم دکون؟ آره دیگه سحر کوچولو، دیرم شده. باید زودتر برم سر کار. راستی داداش فرامرز امروز زودتر بیا، تولدمه. واقعا؟ امروز تولدته؟ نه تولد راستکی که نه، تولد بازی داریم. باشه عزیزم، سعی میکنم زودتر بیام به تولد بازی برسم. مرسی داداشی، منتظرتم. بای بای. تا یکم صدا رو بلند کنم بشنوید. خب یه تولد بازی هم امروز دعوت شده. فقط خب دست خالی که نمیشه رفت تولد سحر کوچولو. باید یه کادو برای تولدش بگیرم حتما. یادم چند روز پیش دم یکی از این مغازه‌های عروسک دیده بود، خیلی خوشش اومده بود. میرم همونو براش میگیرم. خب باید برم الان عروسک بخرم. خب بریم عروسک فروشی کجاست؟ عروسک فروشی خرازی 2000 تومن فروشه. خب عروسک رو گرفتیم. تلفن زنگ خورد. الو. سلام فرامرز. سلام نازی، خوبی؟ نه خوب نیستم. اتفاقی افتاده نازی؟ چی بگم؟ الان 1 ساله کل زندگیمون اتفاقه دیگه. بابا امروز داشت میگفت که اگه تا ماه دیگه خونه گرفتی و اومدی دنبالم بریم سر خونه زندگیمون که هیچ. اگه نه چی؟ اگه نه که خیلی بد میشه فرامرز. چی میشه نازی؟ هیچی. گفت همه چی رو به هم میزنه. چی؟ حالا اون عصبانی شده یه چی گفته. تو به جای اینکه خودتو درگیر حرفای بابام کنی بجنب فرامرز. زودتر یه خونه بگیر بیا دنبالم. به خدا هر خونه ای بود عروسی هم نمیخواد بگیری. تو فقط خونه رو اجاره کن بیا دنبالم. باشه نازی، به خدا دنبالشم. میدونم فرامرز میدونم. فقط زودتر. حتما بهت قول میدم که زود خونه رو بگیرم. منتظرم. فعلا خدافظ. مراقب خودت باش. تو هم همینطور. باید یه سر برم پیش یاور. باید ببینم کار دقیقا چی هستش. شاید واقعا خلاف نباشه. خب اگر تا ماه دیگه خونه نگیره عروسی هم نمیتونه کنه با نازی. حالا بریم پیش یاور ببینم کاره چطوریه. سلام یاور. سلام فرید جون، چه عجب اومدی یه حالی از رفقا پرسیدی. یاور اون کاره هنوز هست؟ آره هنوز هستی یا نه؟ باید ببینم دقیق چی هستش. نه دیگه بیشتر از این نمیتونم بهت اطلاعات بدم فرید جون. اول باید قبول کنی هستی یا نه. آره هستم. خب حالا وقتشه که بریم پیش صاحبکار. اون مفصل برات توضیح میده داستان چیه و باید چی کار کنیم. کی هستش صاحبکار؟ مریلا خانومو میشناسی؟ نه کی هست؟ اون املاکی سر خیابون رو دیدیش؟ املاک مریلا؟ آره دیدمش. خب مریلا خانوم صاحب اونجاست. و قراره اون چیزی که تو باغ خونه متروکه هست و برای مریلا خانم بیارمش؟ آره و یه پول خیلی خیلی گنده ازش بگیری. و چی تو اون خونه باغ هست؟
گنج. چی؟ گنج؟ آره گنج. حالا برو به کارت برس، من با مریلا خانم هماهنگ میکنم بریم پیشش. اونجا ایشون مفصل برات توضیح میدی که باید چی کار کنی. باشه، پس منتظر خبرتم. آره برو خبرت میکنم. فقط فری یه موضوع دیگه. چی؟ قبلش برو یه نگاهی به دور و اطراف خونه باغ بنداز، تونستی 2-3 تا عکسم ازش بگیر بیار. عکس برای چی؟ مریلا خانوم ازم خواسته بود که برم چند تا عکس از خونه بگیرم و براش ببرم. فرمودن شاید نیاز بشه بخوان از روی عکس‌ها توضیحاتی بدن بهمون. من موبایلم قدیمیه، دوربین نداره که. من خودم فروشنده موبایلم فری. موبایل دوربین داره با کیفیت گرونه. برو یه دوربین عکاسی ارزون بگیر و برو عکس‌ها رو بگیر برام بیار دیگه. باشه انجام میدم. خب حالا باید برم دوربین عکاسی بخرم. خب الان باید بریم دوربین عکاسی بخریم تا بتونیم از خونه باغ عکس بگیریم. گوشیش هم قدیمه، نمیشه باز عکس بگیریم، همش پول خرج میکنه. خب سمساری 5000 تا خب خریدیم. حالا باید بریم از خونه باغ عکس بگیریم. خب بریم خونه باغ. یاور هنوز اینجا نرفته. این مسجد اینجا خونه باغ است. چه وحشتناکی. خب یه چند تا عکس بگیرم ازش. خب میگه باید اینجوری سفر کنه تا عکس بگیره. اینجاش یکی از اینجاش، دیگر کجاش؟ یکی هم از اینجا. یکی هم از اینجا. خب تموم شد. حالا باید برگردم پیش یاور و عکس‌ها رو بهش بدم. عکس هم گرفتیم، حالا بریم پیش یاور. بریم پیش یاور. یاور ایناش. سلام، بیا اینم عکسایی که میخواستی. ایول، حالا برو دنبال کاروبارت، خبرت میکنم. باشه. کی کنار مغازه وایساده؟ او سلام آقا. سلام بفرمایید. امری داشتین؟ آقا کارگر نمیخواد برام مغازتون؟ نه من خودم اینجا کارگرم. کم حقوق میگیرم؟ خیلی کار میکنم، کلی براتون مشتری جمع میکنم. قبلا کجا کار میکردی؟ چی کاره بودی؟ توی رستوران کار میکردم، یعنی توی توش که نه، جلوش کار میکردم. و دقیقا جلوی رستورانه چی کار میکردی؟ لباس عروسکی میپوشیدم و مردم رو دعوت میکردم برن اونجا غذا بخورن. کارم خیلی خوب بود، کلی مردم باش عکس میگرفتن، خیلی دوستم داشتن. اگه کارت انقدر خوب بود چرا ازش اومدی بیرون؟ او بره، کرونا بدبختمون کرد. یه مدت همه رستوران ها رو بستن، منم بیکار شدم، اخراجم کردن. ای بابا، آخه خب اینکه لباس عروسکی بپوشی و جلوی مغازه مشتری دعوت کنی به درد بقالی نمیخوره که. او میخوره بره، میخوره. شما منو استخدام کن، بهت قول میدم حداقل 20% به درآمدت اضافه کنم. واقعا؟ آره قول میدم. شما منو استخدام کن، جواد و قولش. باشه آقا جواد. خب حالا میخوام استخدامش کنیم. 5000 تا میخوام. خب شما استخدامید.
ممنونم. فقط یه موضوعی، اونم اینه که لباس عروسکی برا خودم نبود، آدم گرفتنش. اگه بتونی یه پولی بدی یه لباس عروسکی بگیرم خیلی بهتر میشه. بهت قول میدم که درآمد مغازت رو 50% بالا ببرم. بیا دوباره پول میخواد، همش پول میخواد. باشه بهش فکر میکنم. حالا باید برم داروی دایشو بخرم و منتظر زنگ زدن یاور باشم. یاور هنوز زنگ نزده، هماهنگ کنه با ما. بریم داروخونه. او داروی دایی 5000 تا پول میخواد. حالا باید بریم خونه. هم تولده، هم باید بریم داروهای دایی رو بشیم. بریم تولدشه، یه عروسک هم براش خریدیم. ببینم چی میگه. آقا فرامرز، تیجان قربان، پول میدی یه لباس عروسکی بخرم؟ درآمدت خیلی میره بالا ها. اوه 15,000 تا خب بیا این هم بری لباس عروسکی. خب لباس عروسکی هم میشه پلنگ صورتی شد. آقا فرامرز بره، یه لباس جدید اومده که از قبلی هم بهتره. پول بده اونو بگیرم، باهاش خیلی بیشتر میتونم مشتری جذب کنم ها. وای این ما رو کشت، کاش که استخدامش نمیکرد. شد گربه. خونه ای برای تا بریم خونه. خب بریم، چرا خونهشون هم دوره. خب خونه. بابا میبینیم داداش فرامرز چی برام خریده؟ دست در نکنه داداشی. خواهش میکنم سحر کوچولو، بدون کادو که نمیشه رفت تولد بازی. فرامرز پسرم، تو خودت الان کلی گرفتاری داری، نیازی نیست انقدر پولاتو خرج ماها. این چه حرفیه دایی رشید؟ هر کاری که انجام میدم وظیفه است. شرمنده هم میکنی به خدا فرامرز جون. نگید تو رو خدا. خب یه روز دیگه برم ببینم یاور چی کار کرد. بالاخره میریم پیش ملیکا خانم کارو شروع کنیم یا نه؟ خب الان یاور زنگ میزنه، بریم پیش یاور باید صحبت کنیم. به یاورم نمیرسیم، چقدر دوره اینا رسید. سلام یاور، چطوری؟ آقا برنامه چی شد؟ سلام فری، برنامه برقراره. قراره بریم مریلا خانوم رو ببینیم همین امروز. فقط ببین فرامرز، همین چند دقیقه پیش توران خانوم رو دیدم، اومده بود دم مغازه دنبالت. ای بابا، قرار بود اجاره عقب افتاده یمو رو بهش بدم. ببین فری، زودتر شر این توران خانوم رو کم کن. هی نیاد اینجا بره یه هوی بویی ببره ما داریم کاری میکنیم، شرشه بدبخت بشیم. نه نگرانش نباش، همین امروز اجاره خونه رو جور میکنم بهش میدم. حله، پس زودتر برو پول این پیرزنه رو بده، دست از سرمون برداره. بعدم بیا بریم پیش مریلا خانوم. باشه حتما. خب الان باید بریم پیش تورام خانوم. خب الان باید بریم پیش تورام خانوم باهاش صحبت کنیم. بریم پیش تورام خانوم باهاش صحبت کنیم، اجاره عقب افتاده رو بهش بدیم. کجا رفت؟ وای چرا بر نمیگرده؟ بازی باگ شد. یه لحظه وایسیم تا بازی درست کنم. خب بریم مغازه چی بخریم؟ باید به مغازه رسید.
عکس بگیرم واسه دایی بفرستم. ایول، دلم باز شد. رنگش به مغازه میاد. باید به مغازه رسید. عالی شد. حتما عکسشو واسه نازنین میفرستم. جاری والا رنگ مورد علاقه دایی جان. پاخور مغازه بیشتر میشه حتما. دایی عاشقش میشه. به به، چقدر خوشگل شد. کپسولش. دایی عاشقش میشه. عالی شد. ایول، دلم باز شد. اینم گلدون. مبارک دایی جون. ایول، دلم باز شد. خیلی خوب شد. اینم سطل آشغالش. همه چی خواهم ارتقا بدم. حتما عکسشو واسه نازنین میفرستم. رنگ مورد علاقه دایی جان. آها، حالا شد. باید به مغازه رسید. ایشالله مغازه خودمو بخرم این شکلیش کنم. اینم حساب کتابش. دایی عاشقش میشه. آها، حالا شد. کولر. به به، چقدر خوشگل شد. رنگش به مغازه میاد. به هزینه‌اش میارزید. شکلات. آها، حالا شد. اینم از شکلاتا. حالا دیگه چیزی نمونده. حالا بره خریده محصول. خود جامعه. ایول آقا فرامرز، یه پا لوازم تحریر شدی. چه جوری من پنیر نداشتم؟ مگه میشه بدون پنیر؟ آفرین، خانما پاسیل دوست دارن. حسابی فروش داره. فوتبال داره شب. به موقع تخم ماکارونی اعلا. سحر عاشق. به به، نوشیدنی سنتی ایرانیان. مهر مادر، شیر مادر، بیسک. خود آدامس طعم موز و توت فرنگی داره. اون وقت یادم باشه به هوشنگ بگم واسه این از اون سوسیس خوباست. 80 در کالباس رو دست این یکی ندیدم. آخ توت فرنگی نازنین خیلی دوست داره. لوبیای خمین معروفه. دیگه ماهی یه بار واسه به به، چه لپه‌ای. به به، بهترین مارک مداد رنگی. به به، نوشابه. البته که درست قیافه خودکار قدیمیه، ولی از یه طعم خفن دیگه. مگه رو دست دیگه روغن مصرف هر روز خانواده. عدس رو دستش نیست. سلطان نوشابه ها، کوک ها. به به، چیپس موتوری. به به، دلستر انگور خوشمزه. رو دست این لواشکا نداری. طالبی خوراش بیان که بستنیشو آوردیم. ایول خامه، دیروز توران خانوم میخواست نداشتم. خب همه آیتماشو خریدیم. حالا بریم بازی. بجون بچه، زود این ملزومات منو بده برم. یک کتاب میخواد، یه رادیو. خب ایول، در خدمتتون هستیم. خب سلام فرامرز جان، این سفارشای منو آماده میکنی بی زحمت؟ یه پاستیل و یه نوشابه. حتی از اسم البقالم بهتر جنسات. خیر ببینی ننه، زود این سفارش های منو بده برم. خب یعنی بس ایرشی خودکار. ننه. گلبارون کردید تشریف آوردید. خب این چی میخواد؟ سلام، ممکنه سفارشات بنده رو بیارید؟ خب اینم یه بس خودکار میخواد. سپاسگزارم. مغازه را اتراگین کردید با حضورتون. هی ببین کارم به کجا کشیده که باید برم یه بقال دیگه خرید کنم. خب یه جامدادی با یه عدد. بفرمایید. جنس خوب بده دست مردم بچه. با جنس بده مگه؟ سلام، لطف میکنید؟ سفارش داشتم. خب چای میخواد. این چای. متشکرم دوست گرامی. بازم از ما خرید کنید. سلام برادر، خوش اومدید. پاستیل. ممنون از شما. ممنون که از ما خرید کردید. آقا فرامرز، زود این جنسای منو بده برم، مشتری دارم. خب این دلسته رو با روب گوجه. بفرمایید. کار درست فرامرز. ایول. برید به سلامت. سلام. تخم مرغ با چیتوز میخواد. چیتوز با تخم مرغ. به بازم به ما سر بزنید. سلام علیکم. لوبیا. خیر از جوونت ببینی ننه. ممنون از خریدتون. خب بینم دیگه. سلام، سفارش داشتم. بستنی میخواد. بستنی آدامس با ماکارونی. اینم از این. مرسی. ممنون از خرید شما. سلام، خیلی خوش اومدید. یه دونه رادیو. اینم رادیو. لایک به شما. ارادتمندم. بابا جون،
این خریدای منو بده برم، جون ندارم، نمیتونم سر پا وایشم. اینم پاستی. شیر مادر هدایک. ممنون که از ما خرید کردید. قدم رنجه کردید. حالا دوغ میخواد با روغن. این دوغ، اینم روغن. دستت درد نکنه. بازم از ما خرید کنید. مغازه خودتونه، بفرمایید. خب یه پاستیل با یه برنج. اول بازی تموم شد، رفتم به مرحله بعد. خب بچه ها، اینم از همین پارت بود، پارت قسمت دوم بود. پارت بعدی میریم براتون با تورا و خانو صحبت میکنیم و میریم برای کار جدیدم. تا ویدیو بعدی تو لایک و کامنت ها ببینید که چه بازیایی بذارم. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.